یه رفیق دارم اخیراً یه اتفاقی براش افتاده، خیلی انسان پرخاشگری شده. دیدمش گفتم چته مجید؟ گفت نمیدونم اخیراً اصلا یهو میریزه به هم، اصلا دست خودم یهو میریزه، من پرخاشگر شدم. گفتم ببین یه خورده آرامش خودت حفظ کن، من یک روانشناس میشناسم، معرفیت میکنم، میری پیش اون آقای دکتر نیکپور، در 2 جلسه درمانت میکنه. گفت خدا وکیلی. گفتم من پولشو میدم. رفت دکتر بهش گفت هر وقت که پرخاشگری و خشم و عصبانیت بر تو غلبه کرد 2 لیوان آب خنک با آرامش بخور، 5 دقیقه بشین، تمام میشه. بعد 6 ماه دیدمش، گفتم خب مجید الان چطوری؟ گفت الان یک پرخاشگر شاشو هستم. زنی یه مدت صحبت میکرده با یه نفر، گفته من اینترنتمون قطع شد، اومدم بیرون دیدم وای خونه به هم ریخته است، جمع و جور کردم، آشپزی کردم، ترتمیز کردم، کم کم داشتم به شوهرم هم علاقه‌مند میشدم، یهو دیدم اینترنت هم وصل شد، دوباره رفتم اونجا. آهنگا چی شده؟ خاطره داری؟ آهنگا بسیار تغییر کرد. حالا ما به بحث آهنگم میرسیم. روباه به خدا گفت که خدای من چرا من را اینقدر مکار آفریدی؟ گفت شما برو تو وایبر و واتساپ و لاین و این جوجه ها نگاه کن، ببین یارو اصلا عکسش یه چیز دیگه از خودش یه چیز دیگه. لذا شما نگاه میکنید شبکه‌های اجتماعی یه دختر 14 ساله 26 ساله به نظر میرسه و یه 40 ساله 14 ساله از مدل آرایش های خفن. میگفت در اروپا دختر میاد بیرون با یه ذره آرایش، در ایران آرایش میاد بیرون یه ذره دختر اون وسطاش. اگر البته میگم بعضیا هستن که رژ میزنن، رژ لب نمیزنن، رژ لب و هومه میزنن، تقریبا تا چونه و گردن هم میره برمیگرده به خودش برسه. من خیلی نگران فرهنگ استفاده درست از این شبکه‌های اجتماعی هستم. میبینید مثلا در احسان‌آباد و دنیا طرف میره توی جای خیلی دیدنی با خانومش یه عکس 2 نفره میگیره، میگه جای شما خالی بچه‌ها، اینجا آبشار نیاگارا، وای که چه حالی میده. میفرسته پیامو، اینو واسه 8 نفر اگه نفرستی همین امشب انشالله فلج میشی. خب چرا؟ چقدر سخته واقعا؟ چقدر مگه آی کیو میخواد؟ اینقدر باشه کافیه. من نگران یک سری همین چیزا هستم که گفتم. پسر روی الاغ نشسته از خودش عکس گرفته، سلفی، عکس برده گذاشته تو اینستاگرامش، زیرش نوشته اون بالای منم. یکی از رفقا میگفت 8 ماه تموم توی لاین من با یه دختر چت میکردم، بعد از 8 ماه برام یه کامنت فرستان که عزیزم تو رو خدا منو ببخشید، دروغ کوچولو من بهت گفتم تو این مدت. گفتم عزیزم قربونت برم، همینقدر که خودت صادق بودی و بهم گفتی میبخشمت، فقط بگو دروغت چی بود. بعد میگفت نوشت که من دختر نیستم پسرم، 47 سالم دارم، 8 سال 8 ماه بطور. یه ذره برای من دست بزنی، الان خیلی خوشم اومد که اهل پایه هستی. 2 تا مسئله اینجا هست. متاسفانه اخیراً تحقیقاتی در سطح دنیا به عمل اومده در خصوص دنیای مجازی، بالاترین میزان توهین به همدیگه با رکورد 91.8% مقام اول اون کشور کسب کرده و بعد از اون مقام دوم کشور دیگر. چرا باید این اتفاق بیفته؟ من به خاطر این میگم نگران فرهنگ استفاده درست از این اپلیکیشن ها و شبکه‌های اجتماعی هستم که هم میتونن مفید باشن و هم بسیار مخرب و مضر. علت چی میتونه باشه؟ وقتی که از ابزار مدرن استفاده سنتی میشه و از ابزار سنتی استفاده مدرن، کار به اینجا کشیده میشه. واضح‌تر براتون بگم، در مسیر زندگی ما به سوی تکاملی که اگر مورد هدف ماست، ما به مقطعی از تاریخ رسیدیم که جاده دیروز، راننده امروز و ماشین فرداست. شما خودتون ببینید چطور میتونیم ما به مقصد خودمون برسیم و اهداف عالیه خودمون رو به دست بیاریم. این اتفاق محقق نمیشه مگر با بالا رفتن میزان آگاهی و آگاهی با مطالعه
اتفاق میفته. ارسطو میگه در کشوری که مطالعه انجام نمیگیره مردمانش هیچ حرفی برای آینده نخواهند داشت. سقراط میگه کشوری که مطالعه نمیکنن مردمش محکوم به تجربه همه تاریخ هستن و این گزاف بسیار سنگینیه، بهای بسیار گزاف و سنگینیه. من یه خاطره کوچولو بگم، حالا من ریا نشه بگم که رفته بودم یکی از کشورهای اروپایی، یه هتل بسیار خوب به ما داده بودن، استخر خیلی خوبی داشت. ما رفتیم آبتنی، کنار استخر دیدیم از این صندلی راحتی میذارن، حمام آفتاب میگیرن، خیلی با کلاس و اینها. بغل دست من یه آقای اومد از یکی از کشورهای اروپایی، دراز که کشید، یه خورده که آفتاب تابید و آب بدنش خوش شد، دیدم دست برد از زیر صندلی یه سبک کشید بیرون. گفتم لابد عصرونه آماده کرده، حالا شیرینی، آب میوه‌ای. در کمال حیرت و تعجب دیدم یه کتاب در آورد و همونجا کنار استخر زیر آفتاب شروع کرد مطالعه. گفتم خدای من، اینجا دیگه جای تفریحه، این دست از مطالعه بر نمیداره. پس اگر ما در آینده برنامه‌مون این باشه که تعداد کتاب، چون میدونی یه جوکش در اومده بود میگفت که اگر فقط شیشه های روی مغازه ها هم نخونیم تقریبا مطالعه به صفر میرسه. خب این واقعا جای تأسفه. به امید ایرانی آباد و آگاه یه دست ایرانی درجه بزنه. دروغ نگم به جز من. یکی دیگه مال قدیم بود، الان معلوم نیست چند تاست، که همه دنیا رو نامردا گرفتن، وفا رو از همه دنیا گرفتن. خبر اومد که مجنون رو پریشب پلیسا با 3 تا لیلا گرفتن. یه دونه مال قدیم بود. خلاصه انشالله که روزه هاتون قبول. دیدی تو بحث ماه رمضان هم بسیار متفاوت هستیم. 2 ماه به ماه رمضان که شده به هم میرسن، میگن 2 ماه دیگه ماه رمضان میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنه؟ بعد ماه رمضان شروع میشه، 8 روز اولش میگذره، هنوز 8 روزش رفته. بعد میشه 26 میگه این 3 روز هم تموم نمیشه. ماه رمضان کلا تموم میشه، میگه حیف شد چه ماه با برکت بود. البته امسال ماه رمضان بسیار سخت است. اونایی که تا آخر ماه زنده میمونن ازشون تست دوپینگ میگیرن، چون خیلی سخته واقعا. من دیدی بعضیا آخرین لقمه سحر رو انقدر دیر میخورن فرشته‌ها درخواست ویدیو چک میکنن. این الان دیدی اصلا من هلاک اون خانواده‌ای هستم که روزه نمیگیرن بعد افطاری هم دعوت میکنن، بعد سر سفره میشینن تا اذان هم ندن نمیخورن. بسیار متفاوت هستیم. لطفاً دیگه از من نخواید براتون بخونم، چون من فقط یک شومن ساده هستم. I am just showman. شما زبانتون خوبه درسته؟ چقدر بلدی؟ خیلی بلدی ها. I usually become the morning most of the time take shower to bath brush teeth. اصلا اینجاش خنده نداشت، خندیدی؟ It was okay at first, but now after 2 years I don't like you. Hello. بله. But now after 2 years I don't like it. I do the same thing every day. But sorry get to be a stage of people چرت و پرت دارم میگم. ببین شروع کردم چرت و پرت، جدا از اونایی که خندیدن همه حواسا جمع شده بود. چند نفری هم من دیدم لابلای جمعیت سر تایید کن. بله. مرد حساب من خودم نمیفهمم چی دارم، چی رو تایید میکنم. واقعا به جون خودم اگر جای این من. خب چی نوشته؟ بیا از بس سیاهه، فقط یک کد از کدشوار دیده میشه داره میره خودش. بسیار عالی، هماهنگی بسیار اونجوری. من اگر جای همین مایکل جکسونی که براتون خوندم، شما چقدر برای من دست میزدین واقعا من نمیدونم. و در خصوص متفاوت بودم اون نسبت به مردمان جاهای دیگه دنیا میندازه عجیب غریبه.
فداکارترین افراد زندگی میکنن همون کسانی که فیلم ها رو سانسور میکنن، والیبال و جای دیگر رو دیدی، اینا کسانی هستن که جهنم واسه خودشون میخرن که ما نریم جهنم. جدی میگم. اما خداییش نامردی نکنید، اگر رفتین اونجا براشون گهگاهی موزه چیزی ببرین. از خیلی سخته عزیزان واقعا تو این شرایط گرم سالن. همه چی کم کسر خوبه؟ مرتب خدا رو شکر. تو دنیا ماشین میخوان بخرن، مثلا در آلمان میگن خیلی باید آبشناش عالی باشه، در ژاپن میگن باید نرم و بی صدا، در امریکا میگن بسیار پرقدرت، در ایران دافخورش خوبه.